با وجود آنکه برنامه دولتی بهتر نمودن تأمین اهالی جمهوری تاجیکستان با آب تازه نوشابی برای سالهای 2008 تا 2020 با قرار جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است و 5 سال از عملی شدن این برنامه نیز سپری گردیده است. مقصد از آوردن این مثال این است که این مشکلات این مردم حل اتفاق پیدا نماید، زیرا این حالت نه برای آنها بلکه برای دولتداری ما یک مقدار آروم باشد. مثال دیگر هم در ماه سپتامبر سال جاری که جهت واقعی و انتخاب کنندگان در ناحیه این زمینه رفته بودیم، وقتی واقعی به اهالی جماعت سامان مردم این جماعت از آن شکایت نمودند که قسمت‌های پایانی این جماعت، یعنی زمین‌های قسمت پایانی این جماعت به سبب بلند شدن آب‌های زیرزمینی حاصل دلخواه نمی‌دهند و سال‌هاست که زهرها پر کرده نمی‌شوند. متأسفانه از آن زمین‌ها هم مثل زمین‌های بالای جماعت که نسبتاً حاصل‌ناپی‌شان بهتر است انداز می‌گیرند. این سخن توی همون دیگه معلوم است. آن انتخاب کنندگان خواهش نمودند که یا زهرها تازه کرده شوند و یا اندازه‌ها کم کرده شوند. بنابراین از مسئولین امنیتی که نام بهداشت و آبیاری را به خود گرفته است، امیدواریم که با استفاده از چنین لایحه‌های اینوستیسیونی زهرهای تمام زمین‌های آب زیرزمینی داشته را تازه کنند. همچنین ساکنان این ناحیه از آن شکایت نمودند که دو اساس آببراری که در جماعت سامان این ناحیه وجود دارند از کار مانده‌اند و باید آنها عوض کرده شوند. امیدوار هستیم که مسئول اگه این مشکلات مردم را نیز رفاقت کرده باشد. چیزی دیگر رو نگران کرده است و مجبورم یک حرف بزنم. است مطلبی که مثلا بحثی که در جامعه دولتی کشور به چوب رسیده و در اونجا مؤلف این مطلب بیان کرده که هستی گردی شمال در این جمهوری تاجیکستان و جمهوری چین خیلی یک مقدار فرقی می‌دهد که طبق آمار خدمات گمرکی تاجیکستان در سال گذشته در سال 2012 تنها 670 میلیون دلار آمریکایی تشکیل گردی شمال شده است، در حالی که آمار گمرکی چین خیلی این را زیاد عددی تمام 1.7 میلیون دلار آمریکایی گزارش شده است و این نگارها هم تشخیص در آن دارند که مدام چینی از 1 میلیارد دلار که اون درآمد با بودجه زیاده از 236 میلیون دلار دیگر با بودجه درآمد می‌آورد اگر این سرنوشت پیدا شده است و این خیلی اینها قدر تشخیص نمی‌آورد از چون که خبرنگارها ارشیوی نمی‌آورد. چیز دیگری که واقعاً تشخیص آور است که این یک سخنی از شریف مقصود آورده شده است از وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان رئیس‌الدوله آورده شده است که اون هم و این فقط تصدیق کرده است در یک گزارشی 6 ماهه‌ای که گفته است که این سال 2011 آورده در سال 2011 چین و تاجیکستان با مبلغ 2 میلیارد دلار مالی کرده بود ولی طبق آمار وزارت تنها 76 میلیون را تشکیل داد و خلاص. مثلا اینها را برای که اینها صحت دارند ندارند اگر اینها باشند اگر این موجودی که تاجیکستان برآمد کلانی را هم شاید که مخالف کنند 2 سال از چنین حالت‌هایی می‌گیرد 2011 و 2012 از برای پیش‌بینی و اقدام نیستی یک اون کمیسیونی بی‌طرف مسئولین پارلمان است یک از کمیسیونی تشکیل شده برای این نظارت کردن و یک کشور را خوبتر و بهتر بودی کردن. رئیس کمیته انداز داخل دارد. من گفتنی هستم که اصلا در بسیاری از کشورهایی که نظام اقتصادیشون مثل همین کشور ما مثل تاجیکستان است بعضی شرکت‌ها و کمپانی‌های وجود دارند که اصلا به همون صنف حکمران تعلق دارند و همه سرمایه‌شان گیم بایگریشان از حساب ندادن اندازها اصلا جمع میشه. اندازه ندادن باید در کشور ما چنین شرکت‌ها و کمپانی‌ها وجود دارند. اگر وجود داشته باشند یگان
چوره کمیته امداد برای دست آوردن حقوق رو دیده است یعنی جورج بوش از اون مثال هم ماده 474 پرینسیپ من در همون همین که الان بروش کرد میرفته باید فعالیت تبلیغاتی و معرفتی کاری رو می‌بینی مثلا همین کارها را در همون مؤسسه‌های دو مکتبی تحصیلات دانشگاهی عمومی تحصیلی و دیگرها باشد که منع کرده شود و جریمه انداخته شود ولی در منزل استقامتی شهروندان که یک حریم شخص است ما در اونجا دخالت کردن ما و اونجا در مثلا یک فعالیت راه ماندن ممنوع اعلام کردن جریمه انداختن از نیروی من دخالت کردن و اموری یک شخصی یک مقاله میشه اصلا در اون قانون آزادی بیشتر میگفت اونجا غلط اومدگیه چون دو در وقت قبول شدگیش غلطی شیعه داشت این همون پرشش رسیدی بقایی یعنی حالت شخص و کسی دیگه گفتم اگر قبول میکردن یه محترم همین جریمه ها را اقلا پستر میکردن نمیتونم مرتبه شده نه پستر شده کرد 50% اقلا میگذاری شد یک سوال داشتم که بسان روشنی از روی وزارت مالیه و وزارت مالیه انداخته شود در همین خیلی از اون جدیدها اصلا قبول میشن مبلغ خیلی خوبه برای وزارت مالیه قبول میشه ولی همین ملاقاتی که ما معلوم داشتیم در ماهی گذشته در بعضی ناحیه‌های منطقه کلور و ما سوال ها شد که مکتب‌ها خریدار شدن 50,000 60,000 100,000 و همه را تقسیم کردن در سری طلبه 20 سومونی 18 سومونی بعضی نوعی در کمتر زیادتر این چی؟ طوری خرد است و از کجا پیدا شد؟ از بپرسیم روشن اصلا سوال وزیر مالیه است و وزارت معارف کشور ما همکنون قصد تعلیم تربیه را در کشور می‌دانیم و خصوص در ملاقاتی که ما با انتخاب کنندگان داشتیم یکی از کارمندان مدیران معارف ناحیه‌های جمهوری یکیش میگفت که ما بعد آن 11 سال طلبه را تعلیم میدیم ولی متاسفانه یک دیکتن را با زبان مادری خودش درست نمیتواند نمیشه کنه. یعنی من گفتنی از وزیر مالیه کشور جواب داد که آیا این حالت جای داشته باشد اگر این واقعیت این غیر مقصدناک صرف شدن این پروژه بسیار کلامی که با وزارت معارف اجرا کرده بسیار نمیشود. چند سوال داشته ولی در این سوال ما را محدود می‌کنیم. اول اینکه در اساس گزارش رئیس کمیته مجلس نمایندگان و همچنین گزارش نماینده اقلیتی در اینجا 4 نهاد یادآور شده است که نهاد ضررهای مالیوی از کارخانه واحدی دولتی روی آهن در مسئولین لایحه تجدید راهها دپارتمان تربیت سیانی گرجدنی و وزارت نقلیات اگر این 4 نماینده این نهادها اگر اینجا باشند و این جواب بدن که آیا این درست است تحلیلی و همون اگه که نه و سببش رو بیان کنیم یک یعنی این سوال همین هستی همین 4 نماینده همین نهاد رو تصدیق میکنن همین به تفتیشی همین اگه یا نه اگر تصدیق میکنن پس چی چاره ها دیده شده برای برطرف کردن. خب سوال دویم ما مربوط است به نشاندادهای اساسی کاری که اون کارخانه واحدی راهی آهن اصلا در گرافه مسافربری من یک چیزی را میخواهم بفهمم. در اینجا آمده است مسافربری واردشوی مسافرین و خارجشوی مسافرین. در اینجا واردشوی مسافرین و کشور خیلی پستر است و خارجشوی خیلی بلند حتی که در جمهوری 40% فرق هست از واردشوی مسافرین و از خارجشوی شد و این بخصوص در قطعه دوشنبه که از همه تشویش‌آور است 59% خارج شونده ها زیادتر هستند از داخل شونده ها. آیا این نشانه پس شدن کم بی‌ضابطگی است در تاجیکستان و یا برعکس؟ همین را اگر بیان می‌کردم بسیار خوش می‌شدیم.